آفرین چه مبلای خوبی داری. آفرین خیلی موضوع باش این خرابش من خیلی مبل داره ها. اینا تخت خوابه. آره دیگه خیلی خوبه. چیه؟ آفرین یه کتاب خونه‌شه. کتاب خیلی خوب. نه من یه چیزی میخوام بهت بگم. بله. میگم میخوای برگردی مگه پول نداری؟ نه اصلا ولش کن. من زیاد میخوای. نه چقدر پول داری من اونو انتخاب کنم. ببین اذیتم نکن. من یه سال همه پولامو جمع کردم برای روز مادر برای تو یه چیزی بخرم. اگه بگی نه ناراحت میشم. آخه میگم اوضاع خرابه. نه اشکالی نداره. خدا بالاخره نجاتمون بده همه چی. خدا همه جوونا رو کمک کنه. ولی نه یه چیز خوشگل بردار. اصلا رو در رسی نکن. نه 4 دست میتونم بردارم. نه منظورم گرونترین مبل بردار. نه یه پایین‌تر. بیا بذار ببینم. یه مبلی مد نظرم. نه از اینا داره از اینا. نه اولش برو. آره اون چه خوب نیست. بیا نه اینا همین مبله. همین اینه اسم چوستره. چوستر چیه؟ همینه بگو چوستر. نه چوستر آقا بیا اینجا یه لحظه. خیلی خوبه اینا رو میشه خوابید. ببین قشنگ نگاه کن. یه لحظه نکن الان بنداز الان بیرون. آخه نوشته ضمانت هم داره. خب ضمانت داره تو نباید این کارو رو بکنی. صداش کن بگو بیا. الان بهش میگم. فقط یه چیزی. بذار من دراز بکشم ببینم اینا قابلیت اینو داره. نه باید بخری بعد الان نباید این کارو. من میخوام فیلم نگاه کنم میخوام بخوابیم. بذار بیاد اینجا بخریم. آبروریزی نکن. وقتی خریدیم هر کاری دوست داری. آره یه تست دیگه ناراحت نمیشن که. خیلی بزرگه ها. ببین این تازه یکی از اون 40 تایی که اینجا هست. 40 تا قربه 40 تا هم نه 40 تا بخوای برای من که مبل بخری میخوام کجا جا بدم. جا نداره باید خونه بخری. منظورم اینه که خریدات خونم بخری. منظورم مبل بخرم خونه بخرم. این الان چیه؟ مبل و خونه با هم. خب اونجا چرا تکون میخوره؟ عادت دارم دستام تکون میخوره لغ میزنم. من خواستم به همه دوستا بگم الان میگم بیاد ببین خیلی بالاست. بگو بیا میخوام اساس کنم آقا. نه یواش. آقا نمیاد که خب اومدن آقا تشریف اومدن. سلام علیکم. خوبی سلامتی مبارک باشه روز من. منظورش روز مادره. آره روز سلامت باشی. ما شنیدیم کال شهر خیلی خداییش آفرین ماشاءالله اومدیم برای روز مادر یه دست مبل برای منمون بگیریم. چسته سلامت. نه منظورشون چستره. بله چستر میخواد. چستر من ببخشید لفظه دارم زبونم نمیچرخه. گفتم بفرمایید. الان میگم ببین من بهت میگم می‌خواستیم یه مبل بگیریم شما ما رو راهنمایی کنید چیکار باید بکنیم. شما هر مبلی که مد نظرتون هست رو انتخاب بفرمایید. ما یه مبل چستر انتخاب کردیم. چستر معذرت میخوام اسخای بله بفرمایید. با اقساط 36 ماهه ما میتونیم تقدیم کنیم خدمتتون. 36 ماه اونجوری که شما پیر میشید تا ما پولو بدیم بهتون. نه دیگه خوبه اینجوری یه دست خوبه که هم میگیریم. یه دست نارخوری هم شام خوری هم داریم. ببخشید بعد این 36 ماه رو ما چجوری میتونیم به شما بدیم؟ میتونید به صورت اقساط چک بدون بهره. وای تازه من به مناسبت روز مادر میتونم 10% تخفیف ویژه هم بدم. تو خیلی مهربونی. خواهش میکنم. زشته مرد غریبه بغل نداره که. باشه بله آقا خیلی ممنون دست درد نکنه. 36 ماه تخفیف. بله روزم مبارک باشه. خدا خوشحالم کردی. خدا خوشحالت کنه ان شاء الله. آفرین خدا تو رو هم خوشحال کنه. من همینو آقا خیلی ممنون. خواهش میکنم. فقط معذرت میخوام ببخشید ما اومدیم خرید کردیم. الان بپرسیم شما مثلا شما میشه خودتون معرفی؟ بنده مجاوری هستم مدیریت مجموعه هستم خدمتتون. سلام آقای مدیر خسته واقعیتی که بریم ما با هم صحبت کنیم. یعنی چی بریم مدیر لعنتی مدیره. آقا باشه میتونیم رحمت رایگان بده. یعنی اینکه ببین چقدر مجموعه خوبه که مدیر مجموعه میاد میگه آقا خیلی خوب. خیلی ممنون. ما همین چسته رو میبریم. خواهش چسته قربون شما پایدار بشید. خدا نگهدار. نه آقا شما بفهمید شما برای چی به مرد غریبه دست بدی؟ اینا خارجی هم دست بدیم بهش میگه. 1000 دفعه گفتم تو ننه منی نبود به مرد دست بدی. آره بونو چقدر خوبه مبلاش خیلی ارزون بود. همینو بریم. چیکار؟ بابا نه کم آبرو آدمو نبر ببین. نگران نباش. خدا بیا. بابا نکن چه کاری
اینجا کالا شهره، میتونی مبل با کیفیت و با چک بدون بهره به صورت اقساط توی 36 ماه تهیه کنی. راستی به مناسبت روز مادر 10% هم تخفیف داره. آدرس و تلفنم هست. دیگه چی میخوای ها؟ دیگه چی میخوای؟